اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الاحزاب. سوره احزاب یکی از سوره های مدنی هست و ما و شما در آغاز هر سوره میگیم که فرق بین سوره های مدنی و مکی از نگاه امو احکام و شریعت چی است که در سوره های مکی زیادتر دلایل قدرت الله بیان میشد، دلایل توحید، رد شرک، رد کفر، مسائل اصولی اعتقادی. و در سوره های مدنی چی بیان میشه؟ مسائل و احکام الهی غالبا بیان میشه که الله متعال به خاطر از بین بردن جاهلیت و قائم مقام ساختن شریعت الهی که در مقابل جاهلیت قدیم وجود داشت و جاهلیت معاصر است، الله متعال سلسله از احکام بیان میکنه. این سوره احزاب مدنی هست. در بسیار احکام دقیق و مهمی هست که برای یک مسلمان فهمیدن از او بسیار مهم است. و هی 73 آیه، 73 آیت است و 9 رکوعات، 9 رکوع داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از احکامی که در مدینه منوره و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شد که غالبا کافرها و منافقا می آمدن به بهانه صلح و آشتی بعضی از مسائل کفری خود میخواستن بالای مسلمان ها تحمیل کنن. یعنی صلح به این معنا هست، یکی صلح هست به این معنا که مثلا یک کافر یک مسلمان اجازه نمیده یا مثلا در سرزمینش مداخله میکنه، این برش میگه که برای از اینجا و دیگه سر مسلمان ها حمله نکو. خب او شرایط خاص خود داره که کافرها میبراین و مسلمان ها را اذیت نمیکنن و تاوانی که برای مسلمان ها داده او را هم متحمل میشن. این مسائل صلح است. یکی است که بعضی اوقات فکرتان باشه که دشمنای اسلام یک مسلمان به نام صلح میخواد که آماده بسازه، میگه امی قانون ما، امی کفر ما، امی شرک ما، امی بیدینی مرا، امی قانونی که ما ساختیم این میره تو باید تسلیم شوی. این نامش صلح میمانه. یک تعداد مردم پیش رسول الله صلی الله علیه و آله به رسول الله صلی الله علیه و آله که یا رسول الله صلی الله علیه و اگر میخوای که در بین ما و شما صلح باشه، یهودیا بودن در مدینه، منافقین بودن در مدینه، مشرکین بودن از قریش، اینا می آمدن به بهانه صلح پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و پیشنهاد میکردن که اگر امکانش باشه ما و شما یک چی کنیم، یک پلورالیسم دینی را جور بکنیم. به اصطلاح امروزی ما و شما پلورالیسم دینی است که شما بر ما باید که دین شما هم حق است و احزاب شما هم درست است، دین ما هم حق است. یگان وقت شما از دین ما بعضی احکام تطبیق بکنین، یگان وقت ما بعضی احکام دین تطبیق میکنیم، یگان وقت شما در مجالس ما بیاین، یگان وقت ما در مجالس شما میایم، یگان وقت ما مثلا در بتخانه وقتی که برای بتایتان یگان گلی گپا میارین، شیر میبرین، ما هم میایم در مجالستان اشتراک میکنیم. این یک نوع دوستی و محبت بین ما و شما ایجاد میشه و در مسالمت و صلح زندگی میکنیم. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات قرآن فرستاد، گفت یا ایها النبی، ای شخص با عظمت. نبی یعنی کسی که انسان بسیار با شخصیت است و عالی هست و عقیده خوب داره. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار دوست داشت و به خاطر عزتش اینجا نگفت که یا محمد صلی الله علیه و سلم، با لقب بسیار زیبایش برش گفت که ای انسان با عزت پیش الله، اتق الله، بترس از الله، تقوا بکو، اشکو که بازید نت ای کافران، ولا تطع الکافرین والمنافقین، و اطاعت نکو از کافرها و منافقا. چرا ای کافرها و منافقا میخواین که اونمو قوانین کفری و قوانین منافقت خود بالای تو تحمیل کنن به ای بهانه ها. ان الله کان علیما حکیما. یقین داشته باش که الله بسیار با خبر است، عالم است و حکیما و بسیار با حکمت است. پس چی میگه بر رسول الله صلی الله علیه و میگه که در مقابل سخنهای از اینا و تبع مطابقت بکو ما یوحى الیک من ربک، اشکو که از عقل خود و از فکر خود تصمیم نگیری. در مقابل تو قرآن و سنت است، مطابقت از وحی بکو که توسط وحی جلی قرآن است و وحی خفی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. این وحی از جانب رب تو که برات می امور مطابقت بکو، آیات قرآن در این قسمت تطبیق بکو. ان الله کان بما تعملون خبیرا. یقین داشته باشین که الله متعال از آنچه که عمل میکنن بسیار با خبر هستن. خب اگر ای پاک پروردگارم
ما ایگه پایی که کافرها میکنن و این مشکلات را که ایجاد میکنن شاید زر ما سختی را زیاد بیارن، فشار را زیاد بیارن، مشکلات را زیاد بیارن و همین قسم هم کردن. این سوره را سوره احزاب میگن که وجه تسمیشان همین هست که به خاطر از اینکه در این سوره مبارکه احزاب یا چندین گروهی که ناتوی او وقت بود یا آمدن و بالای مدینه منوره چی کردن؟ حمله کردن از چندین طرف، یعنی چندین حزب، چندین گروه، چندین مثل که حال فعلا قبیله هست، وقت هر قبیله مثل یک مملکت بود، اینا کلشان دست خدا یکی کردن و آمدن و بالای رسول الله صلی الله علیه و آله حمله میکردن. آل رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که وقتی خودت مطابق قرآن و سنت عمل کردی، قلبت عبادت قلبی رو به یاد داشته باش و توکل علی الله. تو دیگه کار نداری که باز میگی که اگه سر ما حمله بکنه و بازی میکنه و میکنه، تو آمادگی تا بگیر توکل بکو به الله و کفا بالله وکیلا، و کافی است که الله کارساز تو باشه. خب در جواب از اینا رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که برشان او تو جواب بده که برادر، قلب در یک قلب دو چیز داخل نمیشه. در یک قلب ام محبت الله ام محبت غیر الله ای داخل نمیشه. یا قلب تو مملو از محبت و اطاعت الله باشه و تسلیم شریعت الله باشی، یا قلبت از محبت الله بکشی در اینجا قوانین غیر الله را داخل کنی. به این معنا که افکار تجزیه نمیشه، اندیشه ها تجزیه نمیشه که یک کس بگه مثلا من هم مسلمان هستم هم کمونیست هستم، این شده نمیتونه. یک کس دیوانه به عقل شاید دیگه بگویه من هم مسلمان هستم هم قوم پرست هستم. نه، چرا وقتی که تو مسلمان شدی قوم پرستی که نمیتونی؟ چرا در قرآن میگه که انما المؤمنون اخوه؟ قوم پرستا میگه نه، اقوام ما برادرم است. این حال اندیشه قرآنی با اندیشه قوم پرستی در تضاد است. اندیشه سکولاریسم دموکراسی میگه که در اونجا باید قانونساز انسان سالاری باشه. الله میگه نه، خالق سالار است اینجا که برای تو قوانین تعیین میکنه. این حال نمیتونه که ما دو اندیشه خالق سالاری و انسان سالاری ده هم مسلمان باشیم و هم دموکرات، ای با هم جور نمیایم. هیچ وقت اندیشه ها با هم تجزیه نمیشه که نصف ازی بگیری نصف ازی بگیری، شده نمیتونه. از این خاطر الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که برای زنا بگو که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در قلب یک انسان خو، در جوف انسان، در سینه انسان خو دو قلب نیست که در یک قلبش کفر باشه در یک قلب دیگه ایمان باشه. یک قلب داری، باید به یک اندیشه او رو تسلیم بکنی، یا مسلمان یا غیر مسلمان. دو قلب براتون نساخته. بنابراین ما دو قلب ندارم که هم قوانین شما را بپذیرم هم شریعت الله را بپذیرم. و ما جعل و نگرداندی است ازواجکم اللاتی تظاهرون منهن امهاتکم. یک حکم ای شد. حکم دومی چی شد؟ که در عصر جاهلیت چی عادت بود؟ در عصر جاهلیت اول عادت همی بود که اونا میخواستن یک پلورالیسم دینی داشته باشن، هم بت پرست باشن، هم مسلمان باشن، هم الله را پرستش بکنن، هم قبر را پرستش بکنن، هم بت پرستش بکنن. مجموعه از افکار را میخواستن که کل از افکار را جمع بکنن و به این شکل بگن که ما یک انسان خوب هستیم. الله متعال برشان گفت که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، انسان دو تا قلب در جوف خود نداره، اونم یک قلب تو باید یک را بگیری از نگاه فکری و ایدئولوژیک. دو مشکل عصر جاهلیت چی بود که الله متعال این هم رد میکنه؟ وقتی یک مرد برای خانم خود میگفت که تو مادر من هستی، این به مثابه مادر ازی میشد. الله متعال گفت که این گپ غلط است. و ما جعل ازواجکم، الله متعال نگردانیده است ازواج شما را، یعنی همسرای شما، الله او خانم های شما که تظاهرون منهن، شما بر از اونها ظهار میکنین و برشان میگین که تو خانمم نیستی مادرم هستی. این میگه الله متعال اینا را بر شما امهاتکم نگشتانده، او مادر تو نیست. مادر تو نمو هست که تو از او تولد شدی. عالی گفتنه که مادر خواندگی و پدر خواندگی و خانمت مادرت میگی، این غلط است دیگه. اونا تو فکر میکنن که اگر یک کسی برای خانم خود بگه که تو مادر من هستی، این دیگه مادرش شد، بازو دیگه معلق میمون، میگه من مادر من بشوی هم دادن نمیتونم و خانم مام خونه است مادر من، زن بیچاره هم تو در عوام میمون. الله متعال گفت گپ جاهلیت است، این قانون جاهلیت است، این پیش الله ارزش نداره. سوم مشکل عصر جاهلیت چی بود؟ که اینا بسیاری وقتا بچه خواندگی میکردن، مثل که حال جاهلای امروزی به نام بچه خواندگی و دختر خواندگی داره. این بچه خوانده ایم است، بچه می دختر خوانده ایم است، این پدر خوانده ایم است، این مادر خوانده ایم است. الله متعال میگه که گپا نیست، با خوانده کس حلال و حرام و
محرم شده نمیتونه. این عادت جاهلیت است. کسایی که اندیشه جاهلیت هنوزم در فکرشان است کارا را میکنن و مشکل خودشان است. الله متعال میگه و ما جعل ادعیاءکم، و الله نگردانیده او پسرهایی را که شما پسر خوانده میگین، ادعیا چی معنی؟ یعنی پسر خوانده های شما را، ابناءکم. الله متعال را قبول نداره که پسر خوانده تو را چی کنه؟ در جمله پسرهای تو قرار بده، از تو میراث بگیره، که خانمت محرم باشه، که خواهرت محرم باشه. نه 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 نه. ولو که یک بچه را 100 دفعه برش بگویی که تو بچه من هستی، این بچه تو شده نمیتونه. دختر 100 دفعه دختر بیگانه رو بگویی تو دخترم هستی و دختر خوانده هستی و دستخوار قرآنی هستی و مادر قرآنی هستی و بابای قرآنی هستی، با این حرمت و حلال و حرام و ایگپایی که مثلا با خواهر و برادر و دختر سکت ثابت میشه، با این نمیشه دیگه. خب از این خاطر الله متعال گفت که این اندیشه جاهلیت هم از کلیتان دور بکنین. والله یقول الحق، گفت الله متعال حق میگه و هو یهدی السبیل، الله راهی درست برتان نشان میتین. خب آل ما چی کنیم؟ یک کسی هست، حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ام المؤمنین خدیجه کبرا یک پسرک بود، ایره برش کدام قافله بخیل اونا را غصب کرده بود، تفلک آورده بود در بازار مکه میفروخت، زید نام داشت. این زید ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها ایره خریداری کرده بود، ایره آورد تحفه داد به رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و به همراه زمین غلام که با وجود از که غلام است بسیار محبت میکرد، مثل اولاد خود واره. مردم میگفتن که زید ابن محمد، ایره میگفتن زید ابن محمد. الله متعال برش گفت که ای پیغمبر، اینمی کارایی که شما کردی کارا مربوط به عصر جاهلیت میشه، در شریعت الهی اینمی ناروا هست، نادرست است. آله که حکم الله برات آمد و تو پیغمبر الله شدی، ایره چی کو؟ به نام زید ابن حارثه مسما کو. ادعوهم، شما اینمی کسایی را که فرزند خواندگیتان بگین، ایره صدا کنین به نام پدرانشان، به نام پدرانشان کو چی است؟ ادعوهم لآبائهم. اگر ما می کارا بکنیم، درست است نه؟ اگر می کارا بکنیم که آل مثلا نمی فرزند تا دی روزی قسم میگفتن، آل این قسم میگن، الله متعال میگه که اینمی سخنه که شما یک فرزند بچه‌ای را که به نام پدرش در عصر جاهلیت نیست، به نام یک شخص دیگه که او را فرزند خود گفته، او را به مون نام صدا میکردین، آل او را به نام پدرش صدا بکنین، هو اقسط عند الله. اینمی بسیار عادلانه هست پیش الله. الله امی قانون خوش داره که فرزند به نام کی باید باشه؟ به نام پدرش باشه. از این خاطر عصر جاهلیت قانونشی بود که فرزند به غیر از نام پدرش صدا میکردن. کس کوره بچه خواندهش کسمی بود. اگر مثلا یک کس را بچه میخواند، باز او را به نام پدرش یاد نمیکردن، به نام همین شخصی که ایره بچه خود خوانده. و مردمای بیدین که هست بسیاری وقتا ضد از آیات قرآن عمل میکنن. از این خاطر تعویذگرا و فالبینا و جادوگرا به خاطر که این امر الله را بشکنانن، در تعویذ خود نمیگن که نام پدرش چیست، میگن نام مادرش چیست. در تعویذ نام کی نوشته میکنن؟ نام مادر را نوشته میکنن. در حالی که الله متعال چی میگه؟ ادعوهم لمن؟ لآبائهم. باید هر کس به نام کی یاد شود؟ به نام پدرش. حال در غرب بسیاری وقتا به خاطر ضد شریعت الهی کار بکنن، در پاسپورت های خود حتی چی میکنن؟ کوشش میکنن که یا هیچ نام نباشه، یا میگه به نام کی نوشتهش کو؟ به نام مادرش. جد پاسپورت و تذکره بینگه پا. الله متعال میگه ادعوهم، مردم وقتی که صدا میکنی یک کسی به نام پدرش صدا بکن، هو اقسط عند الله، اینمی فلانی فرزند فلانی اما پدر حقیقیش، این پیش الله بسیار سخن درست است و عادلانه هست. فان لم تعلموا آباءهم، یک کسی میگه والا این خماش پدرایشان نمیشناسیم. وقتی که پدرشان نمیشناسی، باز فاخوانکم فی الدین، برادراتان در دینتان است، بگو برادر، نگو. حتی علما میگه ایران باید آدم نگه که بچیم بیا اینجا، یک دخترم بیا اینجا، باید این آدم یه الفاظ احتیاط بکنه، بگه خواهرم، برادرم. فهمیدین یعنی؟ هو فاخوانکم فی الدین، پس این برادرای شما در دینتان است و موالیکم و دوستای شما هست. ولیس علیکم جناح، حالا میگه والا قبلا در عصر جاهلیت ما زندگی کردیم، همین اشتباهات شده. الله متعال میگه که وقتی که انسان مسلمان شد، کارهایی که در عصر جاهلیت کرده او رو دیگه الله با سرش محاسبه نمیکنه. ولیس علیکم جناح، و نیز بالای شما کدام گناهی، فیما اخطأتم به، در آنچه که شما قبلا پیش از نزول از این حکم این خطا را کردین، اشتباه را کردین. وقتی که شما این حکم نمیفهمیدین و بالای شما این حکم نازل نشده بود، شما کار را کردین، بچه خواندگی و دختر خواندگی و پدر خواندگی و مادر خواندگی. حالی که حکم آمد،
الله او را برتان میبخشه به شرطی که شما دیگه او را ترک بکنین. و لیس علیکم جناح، نیز بالای شما گناه فیما در آنچه که اخطأتم بهی، خطا کردین، اشتباه کردین، غلطی کردین. ولیکن گناه هست ما تعمدت قلوبکم، آنچه که آل قلبهایتان عمدن و قصدن انجام میده. حکم میفهمه، باز با وجود از این میگه که برو پشت گپا نگرد، بیا که یک بچه خواندگی کنیم، یک دختر خواندگی کنیم، یک مادر خواندگی و پدر خواندگی بکنیم. و کان الله غفور الرحیم، و یقینا که الله متعال بخشاینده و مهربان است. الله متعال برای مسلمان ها ارزش شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه و میگه که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. شما مسلمان ها وقت مسلمان حقیقی هستین که شخصیت پیغمبر از شخصیت خودتان کده زیادتر دوست و محبت داشته باشین. از شخصیت خودت که در اولویت بر تو کی شخصیتش مهم است؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال میگه النبی، امی شخص با عظمت، شخص بزرگوار، شخصی که الله او را بسیار دوست داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اولا بالمؤمنین در اولویت قرار داره بر مؤمنان من انفسهم، حتی از نفسهای خودشون، حتی از خودت هم که باید زیاد دوست داشته باشی رسول الله صلی الله علیه و سلم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. و ازواج خانم های پیغمبر شخصیتشان چطور است؟ این معرفی میکنه الله، میگه و ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجه رضی الله عنها، عایشه رضی الله عنها، حفصه رضی الله عنها، ام سلمه رضی الله عنها، جویریه رضی الله عنها، ماریه قبطیه رضی الله عنها، زینب رضی الله عنها، دیگه زینب رضی الله عنها. اینی همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم که در کتاب ها و در احادیث نامهایشان ذکر شده. میگه شخصیت از یا چه قسم است؟ میگه این مادرهای شماست، امهاتهم، اینا مادرهای مؤمنا هستند. پس هر مسلمان باید عقیده داشته باشه که خدیجه مادر ما هست. یک استاد بود بازو میگه و پشتو میگه که عایشه ابی، عایشه ابی میگه، همیشه میگه عایشه ابی، یعنی عایشه مادر، عایشه مادرم، خدیجه مادرم، مثلا ام سلمه مادرم. چرا؟ به خاطر از اینکه ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال بر ما و شما معرفی کرده که این مادرهای ما و شما هست. پس وقتی که امهاتهم یعنی مادرهای مؤمنا هستن، یا را امهات المؤمنین از همین خاطر میگن، یا مادرهای کافران نیستن، از این خاطر کافرها بر از اینا بیادبی میکنن. و کسی که بر از اینا بیادبی میکنه به می آیت قرآن چی میشه؟ کافر میشه. چرا که الله متعال میگه که ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ مادرای شما هست. در سوره قبلی ما و شما خواندیم که طهارت و پاکی بی عایشه صدیقه را الله متعال بیان کرد. و در سوره دیگه که ما و شما خواندیم در سوره یک قاعده داد، گفت که الزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک. اگر کسی یک همسر رسول الله صلی الله علیه و زناکار بگوید، آیت دیگه قرآنی را تفسیر میکنه، میگه که زناکار خود دو کس ازدواج میکنه. الزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک. زناکار نکاح نمیکنه مگر دو کس، یا خودش زناکار باشه یا مشرک باشه. حالا اگر کسی میگه که بی عایشه زناکار است یا بی حفصه زناکار است، العیاذ بالله، از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم استغفر الله اعوذ بالله استغفار میگم که ما یک از دارم و مثلا مجبور از حکم بیان کنیم. اگر کسی را میگه در حقیقت مشکل از چی میشه؟ که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام میته. دشنام ازواج مطهرات و متهم کردن از زنا به گناه و زنا در حقیقت متهم کردن کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا که الزانیة الله میگه لا ینکحها الا زان او مشرک، یا زناکار. پس وقتی که تو میگی اینی خانم زناکار است و یا آیت قرآن میگه که زناکار یا زناکار ازدواج میکنه یا مشرک، پس امرای از کی ازدواج کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و ازدواج کرده. آل تو متهم کردی کی را؟ شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کس بگه که رسول الله صلی الله علیه و زناکار است هم کافر میشه، و هر کس بگه که رسول الله صلی الله علیه و مشرک است هم کافر میشه. بعضی اوقات بعضی گپای احساساتی یا مثلا در یک منطقه رواج می داشته باشه یا در یک جای رواج می داشته باشه و بعضی کسا احساساتی برخورد میکنه. انسان مسلمان در قبر پرسان نمیشه که تو در مذهب کی هستی، در گروه کی هستی، چی هستی. الله متعال در قبر تو را پرسان میکنه که به می آیت قرآن تو چی عمل داشتی. ما شما میگیم که الله شما بر ما معرفی کردین که و ازواج و امهاتهم که خانم های رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرهای ماست. ما
به طهارت رسول الله صلی الله علیه و به طهارت ازواج مطهرات ایمان داشتیم و اینا من حیث مادرهای با ایمان ما. چرا که شما گفتین که این مادر مؤمنا هست. آیا کافر و بیدین و زناکار و گناهکار مادر مؤمنان شدن میتونن؟ خصوصا که باز قرآن رو بیان کنن و قرآن خود تنها به عصر رسول الله صلی الله علیه و نازل نشده. قرآن خود حکمش تا چه وقت است؟ تا روز قیامت است. بنان مادر کل ما هست و ما به عقیده داریم و دوستش داریم. خب یک سوال پیدا میشه که ازواج مطهرات که هستن کی مادرای ما هست، پس باید اولادی رسول الله صلی الله علیه و ذریش از مال ما باید میراث بگیرن دیگه. الله متعال میگه که نه و اول الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. در قسمت میراث که است اول الارحامتان باز میتونه که مثلا کسایی که از فامیل خودتان است و مادر بودن از اینا، مادر بودن معنوی و شخصیت عالی از رو بیان میکنه. اما در مسئله میراث و مادیات که است باز ما اعضای خانواده خودتان مستحق میراثتان میشه. و اول الارحام و اقارب و خویشاوندان بعضهم بعضشان اولی ببعض فی کتاب الله. اولویت دارن در چی؟ در میراث گرفتن فی کتاب الله، در کتاب الله، من المؤمنین و المهاجرین، نسبت به مؤمن و مهاجرین. خب در اول که بودن مسلمان ها حتی میراث خود بر مهاجرین تقسیم میکردن، لکن پسان آیت قرآن آمد و گفت که او منسوخ است و بعد از این میراث فقط بر از کسایی باشه که چی است، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر ای که شما انجام بتین برای دوستایتان کدام نیکی که در مال میراث مثلا بر از اونها هم کمک بکنین و برشان بتین ولی دیگه پس، اما برشان حق مشخصی که دی باشه نیست. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، ای کلش در کتاب لوح محفوظ تمام از یا نوشته شده و این حکم صادر شده است. و اذا اخذنا، و هنگامی که گرفتیم من النبیین از پیغمبران میثاقهم همو پیمانشان را، و من که و از تو و من نوح و از نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و موسی و عیسی ابن مریم و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام که پسر مریم بود علیه السلام، و اخذنا منهم، و گرفتیم از تمامی از اینا میثاقا غلیظا، یک وعده محکم. چی وعده محکم گرفتیم؟ از تمام پیغمبران امی تعهد گرفته شده که باید امت تو به تمام پیغمبران ایمان داشته باشه، با تمام کتاب ها ایمان داشته باشه. از همین خاطر تعهد ما و شما هم همی است که میگیم آمنت بالله و ملائکته. تو نمیگه ولی ملائکه را خوش دارم و خوشم نمیاد، کار یهوده. یهود میگفتن نه اگر این وحی میکائیل میاد قبول داریم، خود جبرائیل که ما دشمنی داره ما را خوش نداریم. نمیگه آمنت بالله و ملائکته، کتابا ما میگیم تمام کتابایی که نازل شده به کلش ایمان داریم، و رسوله، به موسی علیه السلام که پیغمبر بنی اسرائیل هم بود ما ایمان داریم. از این خاطر الله متعال میگه که به تمام پیغمبرها و به تمام کتابا ما این میثاق گرفته بودیم از کلشان. میثاق هم چه قسم؟ میثاق غلیظ. میثاق غلیظ چی معنی؟ یعنی وعده بسیار محکم. لیسأل الصادقین، به یک سوال شوند صادقان، لیسأل تا سوال بکنن از صادقین، صادقان را، عن صدقهم، که الله متعال سوال میکنه کی را؟ انسانهای صادق از صدقشان. و اعد للکافرین، همین پیمان به خاطر چی گرفته شده؟ به خاطر از اینکه باز الله متعال کسایی که به پیمان خود صداقت و راستی داشتن اینا باز از صدقشان پرسیده شده که آیا شما صداقت کردین؟ پیمانتان درست، عهد و پیمانی که با الله کرده بودین او را درست انجام دادین؟ و اعد للکافرین عذابا الیما، و آماده کرد الله متعال بر کافران عذاب دردناک را. یا ایها الذین آمنوا، و ای مؤمنان، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت های الله را بالای شما، اذ جاءتکم جنود. الله متعال میگه که این مسلمان ها شما سعی کنین که شما مؤمنین حقیقی بودین، الله متعال به همراه شما بود. لشکر خطرناکی که جنود چندین لشکر بودن، احزاب بودن. این احزاب قبایل کفری کلشان، صاحب قبایل مثل مملکت ها رو بوده اون جزیره، مملکت های کفری به همراه منافقین مدینه، به همراه یهود مدینه، کل از اینا دست خدا چی کردن؟ یکی کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم و حکومت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بیخ ریشه از بین ببرن. اینا آمدن و بازون ما و شما خو غزوه خندق، ایده غزوه خندق هم میگن، غزوه احزاب هم میگن. خندق به خاطر از این میگه که سابق در امپراتوری فارس قانون بود که وقتی یک منطقه تهدید میشد باز چهار اطراف ازی خندق میکندن، دریا و یک چقوری میکندن که دشمنان مستقیما داخل شدن هم میتونستن، بازی طرفش در مقابلش آمادگی میداشتن. و غزوه احزاب به خاطر از این میگه که احزاب کفری کلشان یک جای شدن و آمدن سر مدینه منوره، در میخواستن حکومت رسول الله صلی الله علیه و و از بین ببرن و نظام شریعت اسلامی را از بین ببرن. الله متعال میگه که
الله متعال سر از اینا دو لشکر نازل کرد. یکی لشکری را روان کرد که او چی بوده؟ باد یکی از لشکرهای الله هست. شمال وقتی که آمد کل خیمای از ایرا و شترایشان و کلایشان یک طوفان سرشان شد که در نیم شب لوتک زده میرفتن میگروختن. و لشکر دیگهش ملائکه الله بود که امرای مسلمانان. الله متعال امیر میگه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذکروا به یاد بیاورین نعمت الله، نعمت الله را علیکم بالای شما، اذ جاءتکم وقتی که آمد بالای شما چی؟ جنودن، لشکرهای کفری، قوای کفری آمدن از چندین مملکت، چندین جای یا چی کردن؟ بالای شما حمله کردن. الله متعال میگه فارسلنا، باز ما فرستادیم علیهم بالای از اینا ریحا، یک لشکر الله که ریح بود، یک شمال و طوفان خطرناک سر از اینا نازل کردیم و جنودا لم تروها، و لشکرهای روان کردیم که شما اونا را ندیدین. که او مفسرین کرام میگن که این لشکرهای دیگه چی بود؟ ملائکه الله بودن. اونا هم آمدن و سر از اینا چی کردن؟ در قلبهایشان خوف انداختن و سر از اینا هر کاری که کردن مقصد اینمی لشکر کفر شکست خورد. و کان الله بما تعملون بصیرا، و است الله متعال با آنچه که شما میکنین میبینن. یعنی شما که عمل میکنین میبینه الله. اگر شما حقیقتا مطابق شریعت الله عمل کنین، مطابق شریعت الله عمل بکنین، الله متعال اینمی قسم لشکرهای خود در خدمت شما روان میکنن تا از شما دفاع بکنن. حالا بسیاری مسلمان ها یک وقتی در هندوستان رفته بودیم، یک پروفسور هندی ما را میمان کرد که یک کسی دیگه هم بود از افغانا، ما را که میمان کرد خانه ازی رفتیم به حساب که ما استادای پانتون بودیم، آمدن گفت یک چند نفر استادا ما شما را میمان کردیم. خب یک چند نفر استادا آماده شدن در میمانی ازی رفتیم. هم یکی از دوستای ما ازی پرسان کرد، گفت که الله گفته که مسلمانان را رحمت میکنه، امی ما که مسلمانان که هستیم چرا هیچ وقت رحمت الله بالای ما نیست؟ سر ما سختی هاست، مشکلات است. او عالم بسیار عالم بزرگوار بود، شخص بسیار فهمیده بود. او به بسیار آسانی برشان گفت که والا برادرت است، شما مقایسه بکنید بین غزوه بدر و غزوه احد. در غزوه بدر الله متعال لشکری از ملائکه را روان کرد بالای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و آمدن و کافرها شکست خوردن. تعداد مسلمانان کم بودن، لوجستیکشان پایین بود و امکاناتشان کم بود، سلاحشان کم بود. در مقابل دشمن بسیار قوی از نگاه ظاهری، لکن الله متعال اونا را ذلیل ساخت. اما در غزوه احد مسلمان ها یک سنت رسول الله صلی الله علیه و آله تطبیق نکردن. و او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله چی بود؟ که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که در اونمو به حساب در سر تپک است، شما باشین 50 نفر تا که ما کاملا ختم نشده غزوه شما پایین نشین. یا اینمیجه وقتی که مسلمان ها در اول غزوه را بردن هنوز مکمل ختم جنگ اعلان نشده بود، یا خیسن اجتهاد کردن پیش خود، یک تعدادش گفتن که نه والا رسول الله هم گفته بود که پایان نشین، به این معنا که حالا جنگ خلاص شده ما بریم زود که تا شویم. اونمو یک امر رسول الله صلی الله علیه و آله مخالفت کردن، 70 صحابی گفت کشته شد در اونجا، در حالی که در امون لشکر خود رسول الله صلی الله علیه و آله بودن، کبار صحابه بودن، شخصیت‌های بسیار خوب بودن، بدریون بودن، کسایی که در بدر الله عزت داده بودشانه، لکن با شکستاندن یک نقص یک امر رسول الله صلی الله علیه و آله اون تو یک مصیبت آمد. گفت حالا ما و شما میخوایم که مثل غزوه بدر واره سر ما چی بیاید؟ رحمت الله بیاید، در حالی که ما و شما روزانه به هزارها سنت رسول الله صلی الله علیه و آله چی میکنیم؟ مشکنانیم. نه تنها مشکنانیم بلکه بسیاری کسا در مقابل سنت رسول الله صلی الله علیه و آله استاد میشن، سنت رد میکنن، سنت دو میزنن. کسی که بس یک سنت عمل کنه او را تیله میکنن، او را میزنن. سر از این مردم کجا رحمت الله به؟ سر شمایی که لشکر مثل بنی اسرائیل وارو طوفان و ملخ و شپش و بقد جان تا نامد هنوز کم است، این شما چی کردین؟ و کسایی که اطاعت از موسی علیه السلام نکردن سرشان عذابهای رنگارنگ آمد، او برشان خون گشت، بدنشان یک تکه نمی خسک و اینمی پشت چیزا بدنشان نگرفت. ملخ می آمد چیزی زراعتشان میبرد. چرا؟ اینا مخالفت با پیغمبر خود میکردن. حالا ما و شما چند فیصد که پیغمبر خود مخالفت میکنیم؟ به هزارها سنت رسول الله سم روزانه چند میلیون انسان مسلمان ریش خود کل میکنه؟ تنها در روی خود. به هزارها انسان مثلا میلیون ها انسان سنت ریش از بین بردن. با میلیون های انسان مثلا نماز با طریقی رسول الله صلی الله علیه و آله نمیخونه. با میلیون های انسان است که اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله نداره.
پس اینا گفت شما به طریقه و سنت رسول الله صلی الله علیه و عمل بکنین تا ای که بالای شما چی نازل شوه؟ رحمت الله نازل شوه. رحمت الله اینمی قسم مثل سایبان بالای سر شما هست، لکن امی سایبان سر کی خطا بخوره؟ می رحمت بر کی مستحق است؟ تو مستحق نیستی، رحمت هست همونجا، هم تو بالای سرت ماندگی است. کاری که تو میکنی رحمت چی تیله کده میره، از بین میبره، غضب بر تو جذب میکنه. یا از رحمت الله هست که سر تو عذابش نازل نمیکنه مثل بنی اسرائیل. پس اینجا الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذکروا، یاد کنید نعمت الله، نعمتهای الله را علیکم بالای شما، اذ جاءتکم، وقتی که آمدن، جنود جاءتکم، آمدن بر شما، کی آمدن؟ جنود، لشکرها و احزاب مختلف، کشورهای کفری و حتی منافقین داخل مدینه و حتی یهود. فارسلنا علیهم، الله متعال میگه باز فرستادیم علیهم ریحا، باد و طوفان را، و جنودن، و لشکرهای دیگی را که لم تروها، شما و لشکرها را ندیدین. و کان الله بما تعملون بصیرا، و کان الله، و اس الله متعال، بما تعملون، به آنچه که عمل میکنید، بصیرا، بسیار بینا، اعمال شما را میبینه. اذ جاءوکم، وقتی که آمدن اونا، من فوقکم، از بالای سر شما، یعنی از طرف بالا آمدن، و من اسفل، یک تعداد از اون منطقه بالایی آمدن سرتان حمله را شروع کردن، یک تعداد منطقه از پایین آمدن. و اذ زاغت الابصار، و وقتی که باز مان چشما ایران ماندن که یا الله از چهار طرف غلبه شروع شده، و بلغت القلوب الحناجر، و رسید دلهایتان به حنجره تان، یعنی از که فشار زیاد آمد، مثل که یگانه که میگه و خدا نفسم در حلقم رسیده. الله متعال میگه که امین نفس از اینا از قلبهایشان، از سینه هایشان، میگه در کجا رسید؟ میگه به حلقایتان رسید. و تظنون بالله الظنون، و شما گمان میکردید به الله ظنون، گمانهای مختلف. مؤمنین عقیده مثبت داشتن، گمان مثبت میکردن، منافقین گمانهای منفی میکردن. هنالک، الله متعال میگه در اونوج ابتلی المؤمنون، امتحان کرده شدن مؤمنا، و زلزلوا زلزالا شدیدا، ای بسیار میگه لرزانده شدن با یک زلزله. اینجا زلزله اصلی نیست، یعنی لرزانده شدن، مثل که یک نفر همو از دست ترس زیاد و خطر زیاد همو زلزله مثل که بلرزن. اینه. پس بعضی اوقات سختی ها و اینمی که سر انسان فشار می و بالاخره آنقدر انسان در خطر می باشه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله که نفسشان به گلونشان رسیده بود و بسیار وضعیتشان خراب شده بود، الله متعال میگه و اذ یقول المنافقون، باز در اینمی حالت امتحانات که است، باز اینجا الله متعال تقسیم میکنه مردم. عالمی سختی ها که سرت آمد، در کدام گروپ هستی؟ خودت چی بتی؟ سرتیفیکیت تا خودت نوشته بکن. الله متعال مثالش میگه و اذ یقول المنافقون، باز اینمی حالت میگفتن منافقا، والذین فی قلوبهم مرض، کسایی که در قلبهایشان مرض بود، مرض بیمانی، مرض شرک، مرض نفاق. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، انا لله و انا الیه راجعون. چی میگفتن این منافقا؟ میگفتن وعده نکرده الله و رسولش بر ما الا غرورا، مگر فریب. الله توبه، استغفر الله. فریب به الله و فریب به رسول الله هم نسبت دادن، این منافقا را کافر ساخت. و اذ قال طائفه منهم، و گفت وقتی که میگفتن یک گروه از ایشان، یا اهل یثرب، آل دیگه منافقات که تبلیغات شروع میکنه که ای مردم یثرب. یثرب نام اولی مدینه منوره بود. لا مقام لکم، دیگه اینجا برای شما جای نیست، فرجو، برین ایلابتین مدینه رو، برین این شهر ایلابتین، برین از اینجا. و یستأذن فریق منهم، یک گروه دیگه، یک تعداد منافقین باز تبلیغات میکنه، یک تعداد منافقین دیگه عالم میخواد که خدا بگریزه از میدان، خدا بکشه که عالم بسر معامله نشه. و یستأذن فریق منهم، و اجازه میگیره یک گروه دیگه شان النبی، از نبی صلی الله علیه و سلم میآمدن بر رسول الله چی میگفتن؟ یقولون، میگفتن ان بیوتنا عوره، خانه های ما که صاحب محفوظ نیست، دیوالکاش بسیار کوچک است، ما اگه در جبهه باشیم باز اونجا خانه ما چور میشه، خانه ما مثلا کس نیست که نگاه کنه، این بهانه ها میکنه. الله متعال میگه و ما هی بعوره، این خانه هایشان غیر محفوظ نبود. این یریدون الا فرارا، اینا نمیخواستن مگر فرار، میخواستن که فرار بکنن. ولو دخلت علیهم من اقطارها، اگر داخل شود بالای اینمی منافقین از اطراف مختلف امی کافرها داخل شود، ثم سئل الفتنه، باز از این منافقا طلب شود که آل شما برای استقرار ما، دوام ما، که ما همکاری بکنن، لآتوها، بازی ها میانده برشان میگه بسیار درست است، ما که شما همکاری میکنیم، شما دوستای ما هستین، که تان قرارداد میکنیم، که تان دوستی میکنیم. و ما تلبثوا بها الا یسیرا، و لبس نمیکنن مگر بسیار کم. ولقد كانوا عهد الله، در حالی که امی مردم عهد کرده بودن با الله، من قبل، پیش از این عهد کرده بودن که الله که لا یولون الادبار، که اینا پشت خود دور نمیتن.
وقتی که روز خطر هم آمد روبرو با خطر مواجه میشن. و کان عهد الله مسئولا، و هست عهد الله پرسیده، یعنی مسئولیت داره و سوال کرده میشه و پرسیده میشه کسی که با الله عهد کرده باشه و باز عهد شکنی بکنه. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لن ینفعکم، فایده نمیکند بر شما الفرار و فرار کردن. ان فرارتم، اگر شما فرار بکنین، من الموت از مرگ، او القتل یا از قتل. و اذا لا تمتعون، باز در این صورت شما هیچ مستفید نمیشین الا قلیلا، مگر کم. قل من ذا الذی یعصمکم من الله، بگو برشان که کی هست که یعصمکم نگه دارد شما را من الله از الله. ان اراد بكم سوءا، اگر الله بر شما بخواه بدی را، او اراد بكم رحمه، یا الله بر شما رحمت بخواه. هیچ کس در مقابل الله استادگی کرده نمیتونه. ولا یجدون لهم من دون الله، و نمیافن بغیر از الله ولیا دوست ولا نصیرا، و نه نصرت کننده. قد یعلم الله المعوقین منکم، یقینا الله متعال میشناسه میفهمه المعوقین، کسانی که چی میکنن؟ ممانعت میکنن منکم از شما، والقائلین، و کسانی که تبلیغ میکنن سخن میگوین و میگن لاخوانهم برای برادرانشان هلم الینا، کی بیایید به سوی ما. ولا یأتون البأس، و نمیآیند به جنگ الا قلیلا مگر کم. اشحة علیکم، اشحة بخیلی میکنن علیکم بر شما. فاذا جاء الخوف، پس وقتی که ترس بیاید، رأیتهم ببینی ایشان را، ینظرون نظر میکنن الیک به سوی تو، تدور اعینهم که دور میزنه حرکت میکنه، چشمایشان متعلق بلق میشه، اعینهم چشمایشان، که الذی مانند کسی که یغشى علیه من الموت، که بیهوش شده باشه از مرگ. همین کسی که از مرگ بیهوش شده باشه وضعیتش خراب باشه، در حالت سکرات مرگ چشمایش متلقلق میشه. میگه یا هم چشمایشان متلقلق میشه از ترس اینمی حمله کفار. فاذا ذهب الخوف، پس وقتی که میگه باز خوف رفت، سلقوکم، باز میان امرای شما طعنه میزنن شما را، به السنة حداد، با زبانهای بسیار تیز. اشحة علی الخیر، اینا بخیلی میکنن به نیکی و به مال و به همه چیز. اولئک لم یؤمنوا، این مردم ها ایمان ندارن. فاحبط الله اعمالهم، پس ضایع نمود الله متعال، از بین برد الله اعمال که اینا انجام میتن، حتی حسناتشان هم پیش الله ارزش ندارن. و کان ذلک علی الله یسیرا، و ای بالای الله بسیار آسان است. یحسبون، یا گمان میکنن، یحسبون الاحزاب، یا گمان میکنن که می احزابی که آمده بودن کافرا، لم یذهبوا، نرفتن. و ایات الاحزاب، اگر باز بیاید ای احزاب، یود آرزو میکنن لو انهم، اگر کاش که اینها بادون فی الاعراب، اینا می بودن در قریه ها، یسالون عن انبائکم، باز از اون قریه ها جایای دور دور باز خبرهای شما را پرسان میکردن که سر مسلمان ها چی حالت آمده. ولو کانوا فیکم، و اگر اینا در بین شما هم باشن، ما قاتلوا، جهاد نمیکنن، الا قلیلا، مگر بسیار کم. لقد کان لکم، آل الله متعال میگه خب آل خو مردم های منافق، بیدین، مشرک، احزاب و گروه های مختلف، این کل لذی هست. آل مثلا بسیار رهبرای سیاسی پیدا شده، رهبرای فکری پیدا شده، رهبرا و مردم ها زیاد پیدا شده، مثلا مذاهب و گروه ها و طریقه های زیاد پیدا شده. آل ما مسلمان ها ایران ماندیم که آل در کدام حزب بریم، کدامش رهبریتش بگیریم، در رهبرا کدام رهبر خوب است، رهبر سیاسی ما کی را بگیریم، رهبر فکری ما کی را بگیریم، رهبر مذهبی ما کی را بگیریم، رهبر اعتقادی ما کی را بگیریم، رهبر اخلاقی ما کی را بگیریم. یگان تا می پرسان میکنه والا ما ایران مانیم، پشت هر کسی که رفتیم یک جنجال پیدا شد. 2 حزب رفتیم، یک 6 ماه بودم بازور اعلام دادم، باز 1 سال دیگه در فلانی حزب بودم بازور اعلام دادم، باز 6 ماه دیگه در فلانی بودم، باز اونو فرقه رفتم، در اونو جماعت رفتم، در اونو گروپ رفتم. حالا چطور کردم؟ الله متعال میگه که اگر شما مسلمان هستین، ما بر شما رهبر تعیین کردیم، رهبر سیاسی، رهبر مذهبی، رهبر اخلاقی، رهبر اقتصادی، رهبر تزکیه، رهبر در تمام بخش‌های زندگی شما.